متاسفانه در همین جا برای زندگی های شیرین همین مردم تلخ کردن این یک تاثیر نفر سیوم است. یعنی بسیاری وقت در زندگی دخترها و بچه ها پدر و مادرها می درویند. پدر و مادرها زندگی ها را تا جایی که خوب کنن نیکنن بسیار زندگی ها را تلخ میکنن، ترش میکنن، بسیار بیفهمی و بیعقلی میکنن. برای همین مادرها خواهرها عزیز، برای شما مادرها پدرها مراجعت میکنم در زندگی فرزنداتون دخالت نکنید. دخالت کنین، شما کلانترین، لیکن دخالت خوب کنین. نگو که مقصد زن چیه که تو باید دوستش بداری. بین بچه تا نگو این سخنه، زن چیه که دوستش میداری. خب اینقدر مرده تا در بالای زنت نپرتو یا دیگر سخنها. همچنان مقصد زنها را هم هیچ وقت نصیحت های نادرست نکنید که مقصد شوهر تا به احترام که یا شوهر تا سخت بگی یا مقصد شوهر تا از پدر و مادرش مثال جدا کو یا دیگر پیشنهادایی که بسیار در همین منتالیته تاجیکی ما موافق نمیاد. همین سببی ویرانی زندگی فرزنداتون خداتون میشه. برای از وقتش میگفتن اگر کسی یک خانه گنجشک ویران کند او خانه دنیا و آخرتش ویران میشود.